در دوام یک هفته گذشته قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکا به قدر قابل ملاحظه بالا رفت. روز 11 سپتامبر یک دلار آمریکا به 96 روبل و 76 کپیک برابر شد. همین طریق در 3 هفته گذشته روبل روسی در مقابل دلار بیش از 2% بالا رفته است. قرب روبل روسی در مقابل یورو هم تخمینا 2% افزایش یافت. ماکسیم ارشکین یاور اقتصادی کرمل میگوید بدترین روزها پشت سر شدند. میانه های ماه آگوست قرب روبل روسی به پایین ترین نقطه 17 ماه اخیر رسیده به 101.7 روبل در مقابل 1 دلار آمریکایی مساوی شده بود. آن زمان یعنی 15 آگوست بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایزه بازبدهی قرضها را به 12% بالا برد. کارشناسان در صحبت با خبرنگار ریترز تخمین کردند که شاید در نشست هفته روان بانک مرکزی روسیه میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایین و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن میفرستند.